ای مادری عزیز چقدر بزرگوار هستی، فدای تو شوم. ای کاش که این جانی من 1000 جان میشد فدای تو میکردم. ای مادر بسیار بزرگوار هستی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ای مادر میگو گریه میکرد. صحابه روایت میگه وقتی همراهی پیغمبر بزرگوار بالای قبر مادرش رفته و چنان گریه کرد که رخسارهای مبارک تر شدن، دامانی مبارک تر، حتی زمین از آبی دیده پیغمبر بزرگوار تر شد. مادر خیلی بزرگوار است. جوانی محترم، شخصیت مادر نداره. یک بار از اون بپرس نامی مادر رو میگیره وجودش آب میشود. و قدر مادر برست. مادر خیلی بزرگوار است. ای مادری محترم فدای تو شوم. 1000 جان عبدالقادر فدای تو. لایکی